هم بدنی کار میکنه هم ذهنی. این قسمت اولشه، رو سطحی توپ قرار میگیره که یه ذره بزرگتر از این قسمته. این قسمت دوم کاره، رو این سطح قرار میگیره که از این بزرگتره و قسمت سوم اینجاست. و از همه سخت‌تر این قسمتی که توپ باید بره توی این قرار بگیره که از همه بیشتر تمرکز میخواد. دوباره این کارو کردم که معلوم بشه شانسی نبوده. این وسیله‌ایه که بچه‌های ژاپنی هر روز صبح نیم ساعت در مدرسه با اون کار میکنن. حتما اگر میتونید برای بچه‌هاتون تهیه کنید.